سلطنت مشروطه، بستنی، ویتامین و آتش. بررسی منطقی چند گزاره. لطفاً چند دقیقه از زمان گرانبهای امروزتون رو به دیدن و شنیدن این مطلب اختصاص بدید و اگه پسندیدید حتماً برای دوستانتان به اشتراک بگذارید. بنیاد مهسا قدردان حمایت شماست. این چند حقیقت علمی جالب رو دنبال کنید. آیا میدونستید با افزایش مصرف بستنی در شهرهای ساحلی، مرگ و میر ناشی از غرق شدگی در دریا به طور قابل توجهی افزایش پیدا میکنه؟ آیا میدونستید طبق آمار هرچه تعداد آتش نشانها در یک حادثه بیشتر بوده، مرگ و میر افراد هم در اون حادثه بیشتر بوده؟ آیا میدونستید افرادی که سالیانه به دست کم 3 سفر تفریحی میرن به مراتب کمتر از کسانی که اصلا به سفر نمیرن دچار کمبود ویتامین میشن؟ و در نهایت آیا میدونستید کشورهایی که پادشاهی مشروطه دارن توسعه یافته ترن؟ توی تمام این مثال‌ها با اینکه گزاره‌ها عموماً مبنی بر داده‌های درست هستند، اما ذهن ما در تله یکی از مغالطه‌های شناختی به نام توهم علیت میفته. اما این یعنی چی؟ توهم علیت یک مغالطه شناختیه که در اون افراد بین دو پدیده‌ای که همزمان رخ میدن یک رابطه علی نادرست فرض میکنه، در حالی که ممکنه پای یک عامل سوم پنهان در میان باشه. خب اگه هنوز اینجایید به مثالا برگردیم و ببینیم این عامل پنهان در هر مورد چی بود. خب توی این مثال نه بستنی و این بانوی زیبا مقصر در افزایش آمار غرق شدگی نبودن، بلکه به سادگی هر دوی این موارد معلول یک علت سوم بودن به نام فرارسیدن فصل گرما. ذهن ما تمایل داشت که ربط مستقیمی بین بستنی و غرق شدن پیدا کنه، اما حقیقت اینه که فصل گرما هم مصرف بستنی رو زیاد میکنه و هم شنا کردن در دریا رو. توی این یکی مثالم احتمالاً از ذهن ما گذشت که لابد آتش نشانها میرن زیر دست و پای هم، اما حقیقت اینه که وقتی حادثه بزرگتر باشه طبیعتاً هم تعداد آتش نشان بیشتری به محل حادثه اعزام میشه و هم مرگ و میر محتمل تره. پس آتش نشانها علت افزایش مرگ و میر نیستن و عامل پنهان سوم چیزی نیست جز ابعاد یا بزرگی حادثه. اینجا هم گفتیم کسایی که 3 بار یا بیش از 3 بار سفر تفریحی در سال میرن خیلی کمتر دچار کمبود ویتامین میشن. یه لحظه از ذهنمون گذشت که لابد به خاطر آفتاب، هوا یا روحیه باشه. اینا هم درسته، اما فراموش نکنیم کسی که 3 بار در سال سفر تفریحی میره معمولاً وضع اقتصادیش و به تبع اون تغذیه و استراحتش بهتر از کسی که اصلا امکان سفر تفریحی نداره. پس عامل پنهانمون این بار چیه؟ پول. آیا کشورهایی که پادشاهی مشروطه دارن توسعه یافته ترن؟ توی کشورهای موفق با سلطنت مشروطه مثل دانمارک، سوئد، نروژ، انگلیس و ژاپن، عامل پنهان که باعث همزمانی سلطنت مشروطه و دموکراسی و توسعه تو این کشورها شده، گذار تدریجی و مسالمت‌آمیز از سلطنت مطلقه به دموکراسیه. این کشورها اگه تاریخ متفاوتی داشتن، مثلا اگه انقلاب خونینی برای تغییر حکومت داشتن، امروز میتونستن جمهوری باشن، همونطور که فرانسه یا آلمان اینجوری شده. بنابراین مردم این کشورها سلطنت رو حفظ کردن، نه به این دلیل که سلطنت باعث موفقیت اونها شده یا بشه، بلکه چون حذف اون دیگه ضرورتی نداشت و ساختارهای دموکراتیک به قدری قوی بودن که وجود یک پادشاه تشریفاتی هیچ آسیبی به دموکراسیشون نمیزد. آیا همه کشورهایی که پادشاهی مشروطه دارن توسعه یافته ترن؟ همچنین باید گفت که علاوه بر عامل پنهان در اون گزاره، اصل گزاره هم همواره درست نیست. چرا که اگه سلطنت مشروطه به تنهایی عامل موفقیت بود، باید همه کشورهایی که سلطنت مشروطه دارن موفق می بودن، اما اینطور نیست. مثلا تایلند دارای سلطنت مشروطه است، اما از نظر دموکراسی و توسعه یافتگی با مشکلات زیادی مواجهه. کودتاهای متعدد نظامی نشون میده که سلطنت نتونسته ثبات ایجاد کنه. مالزی سلطنت مشروطه داره، اما همچنان مشکلات سیاسی، فساد و شکاف اجتماعی تو اون جدیه. اسپانیا سلطنت مشروطه داره، اما بحران‌های اقتصادی شدید و مشکلات استقلال طلبی کاتالونیا نشون میده که این نظام به تنهایی عامل موفقیت نیست. اردن و مراکش هم هر دو سلطنت مشروطه دارن، اما سطح آزادی‌های مدنی، اقتصادی و دموکراسیش قابل مقایسه با کشورهای دیگه نیست. پس چرا تو اسکاندیناوی و انگلستان سلطنت باقی موند؟ اول عدم نیاز به تغییر اساسی.
چون تغییرات به صورت تدریجی انجام شد و سلطنت کم کم از قدرت خلع شد، مردم نیازی ندیدند که هزینه‌های تغییر به جمهوری رو متحمل بشن. حفظ سنت‌ها و هویت ملی دلیل دیگه‌ایه. در این کشورها پادشاهی دیگه یک نهاد سیاسی واقعی نیست، بلکه بخشی از فرهنگ ملی و سنتی اوناست. مثلا در دانمارک و انگلیس خانواده سلطنتی بیشتر نقش تشریفاتی و سمبولیک دارن و حذف اونا برای مردم ضرورتی نداره. پادشاهان نقش سیاسی ندارن. تو این کشورها پادشاه هیچ اختیاری در تصمیم گیری کشور نداره و بیشتر به یک سفیر ملی شبیه. به علاوه سلطنت در این کشورها یک نماد مذهبی نیز تلقی میشه که مفهوم میهن و به خدا و کلیسا پیوند میزنه و آخرین امید کلیسا برای دیده شدن در یک ساختار سکولار همین تشریفات گهگاه خانواده‌های سلطنتیه. صلیب‌های روی پرچم‌های این کشورها نشونه‌ای از پیوند باستانی مفهوم دولت مقتدر و نهاد مذهبه که هر دوی اونها توسط دموکراسی خوشبختانه خلع سلاح و از رده خارج شدن. آیا ما نیازی به سلطنت مشروطه یعنی کنترل شده، فرمالیته و سمبولیک و بی‌تأثیر داریم؟ پاسخ شاهزاده رضا پهلوی رو بشنویم. یک مقام وگرنه برفرض یک مقام سمبولیک هم به من بدید، من خوش باشه نشستم تو کاخ سعدآباد، سالی یه بارم میاد مجلس رو افتتاح میکنم، نطق افتتاحیه هم نخست وزیر میذاره جلو میگه اینو بخون، ولی از خودم نتونم نظر بدم، از خودم نتونم ارائه نظر بکنم. این نقشی نیست که به نظر من بیشترین فایده رو داشته باشه از دید من برای مملکت. میتونیم بحثش رو بکنیم، من دارم فقط نظر خودم رو میگم. بشینید فکر بکنید که آیا واقعا ما اگه همچنان محتاج چنین سامانه‌ای هستیم به چه شکلی میتونیم این سامانه رو اونجا بگذاریم؟ خب با این اوصاف آیا ما همچنان باید به سلطنت مشروطه فکر کنیم؟ این مطالب برای اندیشیدن و گفتگو تهیه شده و قصد تبلیغ و تحریف و تخریب هیچ فرد یا ایده‌ای رو نداره. گفتگو کنیم و محبت میکنید اگر که مطالب رو به اشتراک بذارید.